کسی که دوست دارد خدا به رزقش بیافزاید، فرزندان صالح نصیبش بگرداند، همسر نیک نصیبش بگرداند، در کارش برکت پیدا شود، فلیبر بوالدیه، به پدر و مادر خود باید نیکویی بکند، به پدر و مادر خود احسان بکند. امروز بسیاری ها هستند شرمشان میآید که به رفیقشان بگویه این پدرم است. او پدر چهرهش خراب شده، پیر شده. او وقتی جوان بود خیلی زیبا بود، او خود جوانیش فدای ما شد. پدر ما خود جوانیش فدای زندگی ما شد، تمام شب و روز به فکر من بود. او کل زندگی خود را فدای فرزندان خود کرد. حالی وقتی دوستایش میآید شرمش میآید که بگویه این پدرم است، شرمش میآید که بگویه این مادرم است. ای وای عزیز من، به هر جایی که رسیدیم من و تو، به هر جایی که هستیم بدانی سبب وجود من و تو همین پدر و مادر من و تو است. اگر این پدر و مادر را دلش را به دست نیاوردی، هم دنیا را باختی هم آخرت را باختی.